بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. برادران عزیز، خواهران گرانقدر و دوستای عزیزی که در هر جای دنیا هستین و درسای ما را گوش میگیرین، اگر جدیدن امرای ما شروع کردین درس، ما در آغاز درس که تقریبا 35 روز یا 36 روز میشه از این درس، اول گفتیم که دو عالم بزرگوار ما، یک عالم بزرگوار ابن ابوالعز حنفی نام داشت و عالم دیگهش هم علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیهما، اردویشان و دیگه علمای معاصر هم میگن که القرآن کله فی التوحید، قرآن عظیم شان کلش در توحید است. بعد از این وقتی که قاعده را داد، گفتن که این کلید قرآن شناسی هست و 13 دندانه داره. دندانه اولش قرآن عظیم شان اقسام توحید بیان میکنه. ما شروع کردیم به اقسام توحید در قرآن عظیم شان. در قرآن عظیم شان وقتی من خودم شخصا تحقیق کردم، اقسام توحید 6 قسم است. توحید در ذات الله هست، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دوم، توحید در افعال الله هست، خلق کننده، روزی دهنده، شفا دهنده، زنده کننده، میرننده الله متعال است. سومش توحید در صفات الله هست که در قرآن ذکر شده. الله متعال صفات خدا به شکل جمله اسمیه، به شکل جمله فعلیه، به شکل یک اسم، به شکل مضاف مضاف الیه صفات خدا گفته. چهارم قسمش عبادت الله است، یگانگی الله در عبادت است. الله متعال توحید در عبادت هم در قرآن عظیم شان ذکر کرده که انسان مسلمان باید همیشه در هر رکعت نماز به الله تعهد بده که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنیم. این توحید در عبادت است. قسم پنجمش توحید در تشریع است، در قانون و تعیین قوانین که توحید تشریع و اطاعت میگن. بعضی از علمای محترم ایره توحید حاکمیت میگن، یعنی توحید تشریع، توحید اطاعت و توحید حاکمیت کلش به یک معنی است، یعنی ای که حاکم حقیقی که بر ما حق و باطل، حلال حرام، جایز ناجایز، خوب و بد تعیین میکنه الله هست. و قسم ششمش توحید در نامهای الله هست، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله نامهای خاصی داره که توحید امون مراعات میشه که ما امین نامهایی که در قرآن و سنت است با ای الله متعال دعا بکنیم و طلب دعا و توسل و وسیله با امین نامها بکنیم. این 6 قسم توحیده که ما گفتیم در عمق وقت. بالاخره اینمی 6 قسم توحیده که در قرآن عظیم شان آمده، ایره علما به خاطر آسان ساختن و مختصر ساختنش ایره 3 بخش کردن. بخش اولش توحید ربوبیت است که 2 قسمه در شامل میشه. توحید ربوبیت شامل چی است؟ ذات الله هست که الله متعال ذاتش عقیده داشته باشیم، این توحید ربوبیت است. و همچنان عقیده داشته باشیم به یگانگی الله در افعالش. 2 توحید آمد، یگانگی الله در ذاتش و یگانگی الله در افعالش. این مربوط میشه به توحید ربوبیت. متوجه شدین؟ قسم دومش توحید الوهیت ساختن. توحید الوهیت هم شامل 2 بخش میشه، یگانگی الله در عبادت و یگانگی الله در اطاعت و حاکمیت. ایره توحید الوهیت میگن. این 4 قسم شامل شد. آخرش توحید اسماء و صفات میگن که شامل نامهای الله میشه و صفات الله میشه. پس ما امی 3 قسم توحید شروع کردیم، توحید ربوبیت خواندیم، باز اومدیم در توحید الوهیت. توحید الوهیت گفتیم که 2 بخش داره. بخش اولش توحید عبادت است. ما فعلا در توحید عبادت هستیم. اول عبادت‌های فکری را خواندیم، بعد از او عبادت‌های چی شد؟ قلبی. عبادت‌های قلبی چند تاست؟ تقریبا 8 قسم تقسیم شده. باز در بین خود اقسام دیگه هم داره. اول عبادت‌های قلبی توحید در چی است؟ توحید در اخلاص است. دومش توحید در نیت است، خواندیم. سومش توحید در صدق است که امروز نوبت رسیده به توحید صدق.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. توحید در صدق و راستی. اول تعریف توحید اول پیش از همه باید ما صدق بشناسیم. صدق در لغت به معنای چیز محکم و صلب، یک چیزی که بسیار محکم باشه، او را عرب ها میگن صدق است، بسیار محکم است. و اصطلاحاً صدق چه قسم علما تعریف میکنن؟ میگه هو مطابقت القول الضمیر و المخبر عنه معا. میگه مطابقت زبان است با ضمیر و مخبر عنه، آنچه که از او خبر میتیم. سه چیز شد. یعنی اگر تو میخوای صادق باشی، راستگو باشی، زبانت با قلبت با آنچه که خبر میتی از او، این سه چیز با هم چی باشه؟ مساوی باشه. مثلا میگی که خبر میتونم که الله واحد است، الله ذات یگانه هست، پس الله ذات یگانه هست، موضوع صادق شد. با زبانت میگی الله ذات یگانه هست، آل زبانت با موضوع چی شد؟ مساوی شد. صحیح شد نه؟ دو، و در قلبت هم عقیده داری که الله ذات یگانه هست. این چی میگه این انسانه؟ صادق میگه و این صدق است. این شد تعریف صدق در اصطلاح. تعریفات دیگه هم علما کرده هند. مثلا یکی از علمای خوبی هستن، یکی از عارفین از بنام قشیری، ایره متصوفین بسیار دوست دارن و یک عالم بسیار خوبی هست، موحد است و یک تا پرست است. این میگه صدق این است که در حالاتت آلودگی و در اعتقاداتت شک و در اعمالت عیب نباشد. بسیار گپ خوب گفته قشیری رحمت الله علیه. این میگه که صدق چی هست؟ حالات زندگی تو که مطابق قرآن و سنت است، در آلودگی نباشه، خرابی و غلطی نباشه. در اعتقادات که الله ذات یگانه هست، در اقسام توحید ششگانه هیچ شک نداشته باشی و در اعمالت هم عیب نباشه. وقتی که عمل میکنی اعمالت عیب نداشته باشه، صادقانه به خاطر ذات الله باشه. توحید در صدق چه قسم تعریف میکنیم؟ یکی تعریف صدق شد، آل توحید در صدق چه قسم تعریف میشه؟ باید فرق بکنیم بین تعریف صدق و بین تعریف توحید در صدق. آل ما میخوایم در صداقت و راستی خود یک تا پرست و موحد باشم. چی کنم؟ علما میگن که استواء اعمال القلب والجوارح فی الاخلاص. قلبت، چیزی که در قلبت هست و چیزی که در زبان و چشم و بدن و یا میگی، هر دوی ازی باید مساوی باشن. در چی؟ در اخلاص برای الله. امو قسم که زبانت مخلصانه به الله حرکت میکنه، عین اخلاص در قلبت هم اگر بود، اینمی توحید در صدق است. یعنی عقیده که در قلبت است، در اعضای بدنت هم باید امی عقیده چی شوه؟ ثابت شوه، موجود باشه. این توحید در صدق میگن. خب حال وقتی میایم به قرآن عظیم الشان، میبینیم که در قرآن عظیم الشان کلمه صدق چه قسم استعمال شده. صدق در قرآن عظیم الشان نظر به موضوع ازو به اقسام مختلف تقسیم میشه. اول میایم در قرآن عظیم الشان بعضی کلمات آمده. قسم اول صدق در قول است، در قول قلب. اول صدق در چی هست؟ قول قلب. کلمه صدق استعمال شده برای سخنای قلب انسان که ضد از او کفر می باشه. خب صدق به معنای ایمان و یقین به لا اله الا الله. این در قول قلب. نمبر یکش صدق به معنای ایمان و یقین به لا اله الا الله در قرآن آمده. وقتی که صدق استعمال شده در کدام آیت؟ در سوره زمر آیت 33 والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. والذی و کسی که جاء بالصدق آمد به صدق، یعنی صدق آورد. کسی که صدق آورد، چی را آورد؟ ایمان به لا اله الا الله را بیان کرد و صدق به و به تصدیق کرد به لا اله الا الله. اولئک هم المتقون، اینا متقیان هستند. والذی حق څوک
جاء بالصدق چه صدق راور. چه شی راور صدق؟ یعنی لا اله الا الله. و صدق به، او پدی باندې تصدیق وک، ایمان راور. اولئک هم المتقون، دا خلق متقیان دی. ابن عباس رضی الله عنهما این تفسیر میکنه، چی میگه؟ میگه والذی جاء بالصدق یعنی بلا اله الا الله. اینجا صدق عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که صحابی جلیل قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم است، صدق چی ترجمه کرده اینجا؟ لا اله الا الله. و صدق به یعنی به رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که تصدیق کرد کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی اگر کسی به لا اله الا الله هم تصدیق میکنه و به محمد رسول الله هم تصدیق میکنه، اینی متقی حقیقی هست. پس دمی آیت شریف مفهوم چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و هو الصدق فی ارکان الایمان. میگه این صدق است در ارکان ایمان. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. تمام از این باید تو چی باشی؟ صادق و راستگو باشی. حیث یقر بلسانه و یصدقه قلبه و یعمل به جوارحه. این کدام انسان صادق و راستگوی است؟ میگه کسی که اینمی مفاهیم ایمانی را به زبان اقرار میکنه و تصدیقش میکنه با قلب خود و اعضای بدنش مطابق اینمی ایمان ازی عمل میکنن. فهمیدین؟ اینمی هست صدق در توحید حقوق. و دیگه چی است؟ صدق در تحقیق حقوق توحید است. حقوق توحید چی است؟ عمل به اوامر و دوری از منهیات. خب دوم معنای صدق در کتاب الله آمده، در قرآن عظیم شان. صدق به معنای چی آمده؟ به معنای قرآن عظیم شان آمده. فمن اظلم ممن کذب علی الله. پس کی هست بسیار ظالمتر ممن نسبت به کسی که کذب علی الله، تکذیب میکنه یا دروغ میگه. اینجا تکذیب میکنه نه، بلکه دروغ میگه. بر کی دروغ میگه؟ به الله. بالای الله یک کسی دروغ میگه. یکی ظلم عظیم است و یکی اظلم است. ظالم کسی است که گناه میکنه که خود مستحق دوزخ میسازه، آتش میسازه. شراب میخوره، زنا میکنه. این چی است؟ این ظالم است. سر کی ظلم کرد؟ سر نفس خود. این ظالم به نفس خود است. قسم دومش ظلم عظیم است. این الشرک لظلم عظیم. شرک چی است؟ ظلم بزرگ است. کسی که در ذات الله، صفات الله، عبادت الله، اطاعت الله، حاکمیت الله، نامهای الله، صفات الله شرک میکنه، این ظلم عظیم کرده. قسم سومش که در قرآن عظیم شان میگه اظلم است. اظلم خیلی کی هست؟ اظلم الله متعال میگه اظلم او بسیار انسان ظالم است که دروغ میگه بالای الله. بدعتکارا هستن. اظلم کی است؟ بدعتکار. یک عبادت در قرآن وجود نداره و عبادت در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره و این میخیزه میگه امی عبادت هست، این ثواب داره. انال روز دو در خانه مرده روز اول نان خوردن در قرآن آمده نه؟ در سنت آمده نه؟ شب جمعگی 40 اینی چیزایی هست که در قرآن و سنت نامده. چون اسلام که هست، عبادات اسلامی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آیت قرآن نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم، خلاص دین تکمیل شد. دیگر عباداتی که بود کلش رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داد. آلی یک کسی که یک عبادت میکشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده، این در صف چی داخل میشه؟ در صف کسی که سر الله و رسولش دروغ میگن. الله متعال میگه فمن اظلم، کیست
از او کده بسیار ظالمتر، دیگه از این کده ظالم یافت نمیشه، من نسبت به کسی که کذب علی الله، بالای الله دروغ میگه. یعنی برای مردم تو نشان میده که اینمی ظلمه که ما سر مرده‌دار میکنیم، اینمی چی هسته؟ اینمی را العیاذ بالله الله برای ما اجازه دادن. یا موسیقی اسلامی نامش میمانه، موسیقی است، ساز میخوانه، دول تنبه هست، دول و طبله و اینی وسایل موسیقی هست، ایره ساز و موسیقی و رقص هم میکنه و نامش هم میمانه چی؟ موسیقی اسلامی. این تهمت سر الله و رسولش. به خاطر ازی که در اسلام سازی که این قسمی ساز دول و طبله باشه وجود نداره. در اسلام که است، در یک عروسی رفته بودیم، چند تا بچهای جوان میخواستن، گفتن استاد ما میخواستیم اینال یک چی بکنیم، یک خوشی اسلامی. این بچهای جوان میخواستن که دایره آورده بدن دف و میخواستن که تازه این بچهای جوان دف بزنن. باز ما برشان گفتم برادرای عزیز، امیر که نامش که اسلامی ماندین، اول پرسان کنین که در اسلام هست. در اسلام دایرگک هایی که زنگ نداشته باشه برای دخترک های نابالغ است. فهمید یعنی؟ برای کی هست؟ دخترک های 6 ساله و 7 ساله و 8 ساله نابالغ اگه در محفل عروسی دایرگک میزنه که زنگ نداشته باشه، اینی جایز است. اما شما کلتان جوانای کتا کتی بروتی، در کدام آمده که شما بخیدین دایره بزنین؟ کدام صحابی مثلا جوان دایره زده؟ این حال وقتی که دایرهشه مطابق شریعت جور میکنی، آدمش هم باید مطابق شریعت باشه. ما دایره را از اونجا میگیریم، این دیگهش از دل خود میگیریم، نامش هم میمانیم که ما دف زدیم این اسلامی کار کردیم. نه. یا مثلا بسیاری کساس میگن دموکراسی اسلامی. بعضی از ملاها و بعضی از شیخها و بعضی از دکترها و بعضی از پروفیسورها پیدا شدن، کتاب‌هایی نوشته کردن به نام دموکراسی اسلامی. دموکراسی تعریف خاص خدا داره که حکومت مردم توسط مردم برای مردم است. آل در پشت ازی که اسلام داخل کنی، یا دموکراسی رو خراب کردی، غرب زدی تکت تکت کردی قانونشه، یا اسلام خراب کردی. پس این دو چیز با هم یک جای نمیشه، چون در دموکراسی مردم سالاری است و در اسلام سالار و حاکم و کسی که قوانین تعیین میکنه بر ما کی است؟ الله هست. این حال که شما باید این دو چیز متضاد یک جای میسازین، در حقیقت چی کردین؟ اردوش خراب کردین. یا دموکراسی رو خراب کردی دروغ گفتی، یا اسلام خراب کردی دروغ گفتی. دموکراسی است، اسلام است. متوجه شدین؟ پس این حال اینی کسی که اینی کارا را میکنه، این تهمت بالای کی میکنه؟ بالای الله میکنه. فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق. و کذب بالصدق تکذیب کرد به صدق. صدق اینجا مرادش چی است؟ کتاب الله هست. یعنی تکذیب کرد. اینجا کذب آمده، یکی کذبه یکی کذبه. چی فرق داره؟ کذبه زالش که شاید نداشته باشه یعنی دروغ گفت. کذب علی الله، سر الله دروغ گفت. وقتی که میگه کذب بالصدق یعنی قرآن تکذیب کرد، گفت که قرآن دروغ است، بیخی رد کرد. متوجه هستین؟ الیس فی جهنم مثوى للکافرین. پس کسی که کارا را میکنه در جمله کفار داخل میشه. و مثوا و جایگاه کافرها کجا هست؟ جهنم است. پس اگر جاهل هستی اینی را بفهم، تا بالی که اگر گفتی توبه بکن. صحیح شد نه؟ این حال کسی که درسای ما را مشنوه بازی جاهل گفته نمیشه. شما جاهل نیستین، شما چی شدین؟ عالم شدین. این حال اگر شما یک تهمتی سر الله میکنین، باز روز آخرت میگین والا صاحب من خو جاهل بودم، عذر داشتم، عذر بالجهل. تو خو قرآن خواندی، تو خو سنت خواندی، تو خو کلش هم میفهمیدی، اما نفست نخواست که چیز کنه. حالا خیلی ابو جهل هم بخیزه بگه، ابو جهل مثلا اگه بگه که صاحب من خو بیازون پیغمبر نام ما چی مانده بود؟ ابو جهل مانده بود. این خیلی عذر ما هم به جهل است.
بعضی اعذاری که هست ای به جهلی عذر نمیشه، چون ابو جهل رسول الله صلی الله علیه و برش قرآن رسانده بود، لکن این گوش نمیگرفت. وقتی که گوش نمیگرفت صحیح شد نه؟ اینالی دیگه مشکل خودش هست دیگه. از این خاطر بعضی اوقات در بعضی مسائل بسیار محتاط باشین، زود فتوا نتین و زود در اون موضوع خود داخل نسازین. خب اینالی اینجا و کذب بالصدق اذ جاءه یقول و کذب بکتاب الله. اینجا کذب بالصدق چی آمد؟ یعنی تکذیب کرد بر چی؟ با کتاب الله. پس اینجا صدق در قرآن عظیم شان به نام چی آمده؟ به معنای کتاب الله آمده. و انکر قول لا اله الا الله، و این انکار کرد از قول لا اله الا الله. و قتاده یک تابعی هست، این از جمله مفسرین بسیار مهم قرآن عظیم شان است، بسیار مشهور است به نام قتاده رحمت الله علیه. این چی میگه؟ و کذب بالصدق ای بالقرآن. متوجه هستین؟ قرآن شد. شیخ عبدالسلام رستمی رحمت الله علیه بسیار خوب مفسر است، تفسیرش به پشتو است. از این که ما آدم قرآن شناس از زندگی خود نیافتم، بسیار قرآن شناس بود و تفسیر ازی ماشاءالله به پشتو هست. اگه به فارسی ها میره که از ترجمه بکنه بسیار خدمت بزرگ میشه. این بسیار گپای خوب میگه، بسیار قرآن هم میفهمه. میگه منظور از صدق، منظور ده صدق نه به کتاب الله که پدغه مبارک آیت که صده او حق څوک چې په قرآن او په توحید دعوت کوي. پوشی؟ قسم دومش صدق در اعمال قلبی است. اولش صدق در چی بود؟ در قول قلب بود که ایمانیات است. سعی کنیم یکی قول قلب است، ایمانیات، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر. دوم صدق در قرآن عظیم شان به معنای چی آمده؟ کلمه صدق در اعمال قلبی استعمال شده. اعمال قلبی یعنی چی؟ یعنی توحید در صداقت راستی که ضد از چی می باشه؟ نفاق می باشه. او قبلی ضدش کفر بود، در ضدش چی است؟ نفاق است. ایناله الله متعال در سوره مائده آیت 119 قال الله تعالی، قال الله متعال میگه هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. این روز قیامت روزی هست که ینفع و منفعت میرسانه برای صادقین، برای راستگویان. چیشان به نفعشان میرسه؟ صدقهم. اینجا را صدق ضحاک یک تابعی است از ابن عباس رضی الله عنهما میگه که عباس رضی الله عنهما چی میگه؟ یوم ینفع الصادقین صدقهم هذا، ای روز قیامت، یوم روز است که ینفع الصادقین منفعت میرسانه برای صادقین، صدقهم یعنی توحیدهم. چیشان؟ پس اینجا صدق به معنای چی هست؟ توحید است. توحید است. لهم برای اینمی موحدین چی هست؟ جنات تجری من تحتها الانهار. جنت های است که جاری می باشه از زیر قصرهای آن و زیر درخت های آن نهرها، نهر شیر و نهر عسل و نهر شراب پاک و نهر آب بسیار خوب. این میمانی بزرگ الهی موقت است یا دائمی؟ الله متعال میگه خالدین فیها ابدا. در اینجا چه قسم می باشن؟ دائمی می باشن. رضی الله عنهم و رضوان. چی سعادت است، خوشا به حال کسی که سعادت است. میگه این مردم که است الله از اینا راضی می باشن. الله از ما و شما راضی شود. و رضو عنه و اینها هم از الله راضی می باشن. وقتی که اینا از الله چه قسم الله از اینا راضی شد؟ به خاطر توحیدشان. و اینا از الله چه قسم راضی می باشن؟ که الله تمام نعمت ها، دیگه هیچ نعمت نیست که در دل از یا گشته باشه و برشان اون نعمت نباشه. الله متعال میگه که شما کامیابی میخواین، کامیابی بزرگ اینی هست، ذالک الفوز العظیم. اینی کامیابی بزرگ است. قسم سومش صدق
در اقوال است که ضد از او کذب و دروغ می باشه. صدق در اقوال که انسان در سخنهای خود چی باشه؟ صادق باشه. این صادق میگه. بسیار آیات قرآن وقتی که مشرکین از رسول الله صلی الله علیه و از پیغمبرها پرسان میکنه، بگه اگر شما صادقین هستین این کارا کنین، اگر صادقین هستین نکنین، یا میخوان که یعنی اگر شما در سخنانتان چی باشین؟ صادق باشین. چهارمش صدق در اعمال است که ضد از اون منهیات می باشن. هو استواء الافعال الامر والمتابعه، انسانی که در افعال خود در اطاعت از اوامر الله چی می باشه؟ بسیار راست می باشه. مثل که سر که استواء الرأس علی الجسد، مثل که سر انسان در جسدش همونطور راست است، انسان مؤمن موحد در اعمال خود همونطور راست و صادق می باشه. در سوره بقره آیت 177 لیس البر، الله متعال میگه که نیکی نیست که ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، که شما رویتان طرف شرق و غرب تغییر بدین. بعضی از کسا وقتی یک عمل یا یک عبادت کردن، شیطان بر از اینا وسوسه میکنه که اصل دین اینمی هست. تو روز 500 مرتبه تسبیح میخوانی، از تو که دیگه آدم خوب و دیندار در دنیا نیست، بهترین انسان تو هستی. یک انسان دعوت و تبلیغ میکنه، شیطان برش میگه که اصل دین اینمی دعوت و تبلیغ است، دیگه در دین چیز نیست. وقتی که دعوت کردی و تبلیغ کردی دیگه سیام که خوب چیزی یافت میشه. یک کس جهاد میکنه، این هم شیطان میگه که اینمی جهاد که تو میکنی کل دین اینمی هست، دیگه نیازی به دعوت و نیازی به دیگه بخش ها نیست. یک کسی کتاب نوشته میکنه، بر از این شیطان میگه که تو که کتاب نوشته میکنی ماشاءالله مؤلف هستی و کتاب تو کل دنیا از استفاده میکنه. ایناله در عصر رسول الله صلی الله علیه و هم بعضی کسا تصور میکنن که اگر رویت از این طرف و طرف دور بیتی و طرف قبله ایستاد شوی، چون بعضی ها در این اختلاف داشتن در روی دور دادن به طرف کعبه، الله متعال برشان گفت که نه خیر، تنها نیکی نیست که تو رویت طرف قبله دور بیتی، الایمان بدعون و 70 شعبه. رسول الله صلی الله علیه و میگه که ایمان چی داره؟ 70 و چند بخش داره. شما مواصل هستین در بین تمام مضامین یک مضمون ما کم میگیرین، این خوب خودت کامیاب نمیشی. رسول الله صلی الله علیه و میگه که الله متعال وقتی که میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام مکمل داخل شوین. این چی قسم رسول الله تفسیر میکنه؟ میگه اینمی اسلام کامل که است 70 و چند بخش داره. بله، وقتی دعوت کردی و تبلیغ کردی تو آدم بسیار خوب هستی، ولی کل دینی نیست، 70 و چند بخش داره. دیگه بخشایش چند گرفتی؟ در دعوت 100 گرفتی که تا آفرین، در دیگهش هم باید حداقل 55 داشته باشی. در ذکر 100 گرفتی، ذکر بسیار خوب است. الله متعال ذاکرین در قرآن بسیار توصیف کرده و ذاکرین الله کثیرا، لکن ذکر هم یک بخش از دین است. پس هیچ وقت تحت تاثیر بعضی از تبلیغات شیطانای انسانی و جینی نرین که دین در یک بخش چی میکنه؟ خلاصه میکنه. الله متعال میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، این نیکی نیست که شما رویتان بگردانین به طرف مشرق و مغرب. نیکی هست لکن کل نیکی نیست. فهمیدی یا نه؟ یعنی رو به طرف قبله کردن نیکی است لکن کل نیکی نیست. ولکن البر، لکن نیکی های کامل چی هست؟ من آمن بالله، که به الله خوب ایمان داشته باشی، والیوم الاخر، و روز آخرت ایمان داشته باشی، والملائکه، به ملائکه ایمان داشته باشی، والکتاب، به کتاب آسمانی، هر کتاب آسمانی که باشه به او ایمان داشته باشی، والنبیین، و به تمام پیغمبران الله ایمان داشته باشی. عمقا نه، و آت المال علی حبه،
در پالویزی عبادت های مالی هم است. مالته با وجود محبتی که با اون مال داری یا با محبت قلبی خود به دل خود این مال چی کنی؟ به ذوی القربا و اقاربت یک قسمتی بر از تعیین بکنی، بر از اونها هم کمک بکنی، والیتاما بر یتیما هم همکاری بکنی، والمساکین بر مسکینا هم کمک بکنی، و ابن السبیل کس مسافر باشه بر از او هم کمک بکنی، و السائلین و سوالگرا و گداها که از بر از اینا هم کمک بکنی، و فر رقاب و کسایی که گردنشان در پیش کافرها بند است، به یک مقدار پول نیاز دارن که خود از همون جنجال خلاص کنن، یا کسایی هست که مثلا غلام هستن پیش مسلمان ها هست میخواین که آزاد شون، بر از اونا هم کمک بکنیم. و اقام الصلاة، دیگه دین در مسائل مالی هم تنها نیست، بلکه چی کنی؟ عبادت های بدنی هم بکنی، مثل اقامه نماز، دادن زکات. بس نه، وقتی که در روابط اجتماعی هستی در یه هم باید وقت امرای مردم زندگی میکنی که یک نفر عهد و پیمان کردی که من 2 بجه پیش شما میایم، او بیچاره 2 بجه قرار منتظر 6 تا تو قرار رفتی خوتا میزنی، یه هم غلط است. والموفون بعهدهم، عهد که کردی به عهدت باید چی باشی؟ وفا بکنی. اذا عهدوا، وقتی که مسلمان های حقیقی کسایی هستن که به عهد خود چی میکنن؟ وفا میکنن. اما قدر از دین میگن نه، شعبات دیگه هم داره. والصابرین فی البأساء والضراء، وقتی که تو مسلمان هستی، دیندار هستی، سر تو سختی ها میایه، ضرر ها میایه، مریضی ها میایه، بندی خانه میایه، فشار میایه، توهین و تحقیر میشید به خاطر دین الله. متوجه هست؟ نزدیکترین دوستت سرت رشخند میزنه، بعضی از دوستایت رابطه خود قطع میکنه، بعضی کسا به ضدت گپ میزنه، بعضی کسا در جریان درست موبایل خود روشن میمانه که درست اخلال شوه. این حال باید در کل ازی چی کنی؟ صبر داشته باشی. و صابرین، و صبر کننده ها می باشه مومنای حقیقی. این هم یک شعبات ایمان است. فهمیدین یعنی؟ صبر چه قسم است؟ احیانا صبر در اطاعت، 3 قسم صبر است: صبر در اطاعت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت. در اطاعت صبر چی است؟ که وقتی که نماز میخوانی ور خطا نباشی، بگوی این نماز من میخوانم انشالله در 20 دقیقه، 2 رکعت نماز میخوانم در 20 دقیقه. اگر این قسم نیت کردی، نیت کردم بخوانم 2 رکعت نماز را در 20 دقیقه، این تو صابر شدی. با زبان نمیگی، در قلبت میگی که من این نماز خدا در چند دقیقه میخوانم؟ در 20 دقیقه، تا که نمازم خوب نماز کامل شوه. اگر 2 رکعت نماز بعد 20 دقیقه خوانی، تو صبر پیدا کردی در چی؟ در اطاعت. صبر در معصیت چی هست؟ که وقت یک گناه در موبایلت آشکار شد، فوراً چشمت پت میکنی و موبایل گل میکنی. ایره چی میگن؟ صبر در چی میگن؟ در معصیت. شیطان وسوسهت میکنه، شیطان میگه که برو گم شو، زود تمجد که وسوسهت کرد، شروع میکنه میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کمی خواندی شیطان خو خناس است، نه کمی قرآن شنید چی میکنه؟ فرار میکنه. اینی رو صبر در چی میگن؟ در معصیت. و صبر در مصیبت چی است؟ که وقتی که سختی سرت آمد، مصیبت آمد سرت، صبر میکنی. الا استاد ای درس نرو. چرا؟ بسیار مولوی ها را کشته میشی. خب خیر است. من خدا هر جای است. اگر مرد تقدیر ما باشه، خب امو بمبک خدا میرده پشت دروازه ما میمانه. پس انسان مومن صبر کننده می باشه در چی؟ فی البأساء و الضراء، در بأس، در سختی ها، فهمیدی یعنی؟ و ضررها، مصیبت ها. و حین البأس، و در حالتی که بسیار سختی و تنگ دستی می باشن، فهمیدی یعنی؟ اولئک الذین صدقوا، الله متعال میگه اینیا مردمای راستگو هستن. دیدین؟ اینی مردم راستگو هست که تمام شعبات ایمان میخواه که عمل بکنه. شما یک
امتحان از خود بکنین. پیش یکی از علما بشین بگین مثلا امام بیهقی کتاب نوشته کرده به نام شعبات الایمان، حدیث است شعبات الایمان. فقط همین عنوانای از این کتاب بگیرین، شعبات ایمان حساب کنین 70 چند شعبه، خودتان نمره بتین ببینین در چند مضمون ناکام هستین. فهمیدین؟ یعنی یک وقت من خودم نمره دادم در 6 مضمون خودم 0 بود، خدا دادم. الله توفیق بده که اموایی که من 0 بردیم بوده حداقل یک 60 و 55 60 70 بسازم. پس ایناله اولئک الذین، الله متعال میگه که اینی مردم ها کی هستن؟ اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینی مردم های چی هستن؟ صادق هستن و اینی مردم های با تقوا هستن. علامه ابن حیان اندلسی یک تفسیر داره، بسیار تفسیر بزرگ است، به زبان عربی است. چی میگه علامه ابن حیان اندلسی رحمت الله علیه؟ میگه و صدق هنا یحتمل ان یراد به الصدق فی الاقوال. این میگه که این صدق دو احتمال داره در اینجا صدقو چند احتمال داره؟ اولش صدق در اقوال باشه، یعنی در زبانش هر گپی که میزنه راست باشه. و یحتمل ان یراد بالصدق الصدق فی الاحوال، یا صدقش در چی باشه؟ در احوال و اعمال باشه. اردوش محتمل است، یعنی صدق در اقوالت هم صادقانه باشه و در اعمالش. این آیت قرآن این قسمی تفسیر کردم. قسم پنجم حقیقت صدق است. حقیقت صدق چی هست؟ حقیقت صدق در قرآن عظیم شان در 5 چیز می باشه. در چند چیز می باشه حقیقت صدق؟ در 5 چیز در قرآن ذکر شده. این 5 چی است؟ زبان صدق 1، قدم صدق 2، مقعد صدق 3، مدخل صدق 4، مخرج صدق 5. اول لسان صدق. لسان صدق اینجا در سوره مریم آیت 50 و وهبنا لهم من رحمتنا، الله متعال میگه که ما بر ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام بعد از اینکه نبوت دادیم، بر از اینا الله ذات وهاب است. الله میگه ما هبه یا تحفه برشان دادیم، بر از این پیغمبرا از رحمت خود. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، و گردانیدیم و دادیم بر از اینا زبان چی؟ زبان صدق. والمراد باللسان هنا الثناء الحسن، مقصود از لسان اینجا چی است؟ ثنای نیک است، ثنای حسن است. چون محل ثنا گفتن و یاد نیک زبان است، از این خاطر میگه اینجا تعبیر شده به چی؟ به لسان. یعنی در قرآن عظیم شان وقتی که لسان صدق میگن، لسان صدق اینجا به معنای چی هست؟ به معنای یعنی الله متعال یک نعمت بزرگ بر از اینا داد که تا روز قیامت مردم ابراهیم علیه السلام به خوبی یاد میکنن. دیگه در قرآن عظیم شان قدم صدق چی میگن؟ منظور از قدم صدق چی است؟ ففسر بالجنت و فسر بمحمد صلی الله علیه و سلم و فسر بالاعمال الصالحه. سوره یونس آیت 2. الف لام را حروف مقطعات است. تلك آیات الكتاب الحکیم، ای از آیات کتاب با حکمت است. اکان للناس عجبا، آیا بر مردم جای تعجب است؟ ان اوحینا الی رجل منهم، ای که ما وحی فرستادیم به یک شخص از میان خودشان. ان انذر الناس، که بر ازی حکم کردیم که مردم بترسان از عذاب الهی، انسانهای بیدین و کافر و مرتد و مشرک از عذاب الهی بترسان. و بشر الذین آمنوا، و بشارت و خوشخبری بتی برای مؤمنان. ان لهم، برشان اتو خوشخبری بتی که ان لهم قدم الصدق. قدم الصدق اینجا چی مانا؟ یعنی برشان جنت است. چی است؟ عند ربهم، به نزد پروردگارشان. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. بعضی از علما میگن که قدم صدق یعنی رسول الله
صلی الله علیه و سلم است، به خاطر که کافرها گفتن که ان هذا لساحر مبین، این بسیار ساحر آشکارا هست. در جای دیگه قرآن عظیم الشان مقعد صدق استعمال کرده. در سوره قمر آیت 54 و 55 ان المتقین، یقینا که انسانهای با تقوا در جنات، در باغها هستند و نهرها و در جویبارها، فی مقعد صدق، یعنی در جنت. مقعد صدق یعنی جایگاه راست که چی هست؟ جنت الله هست. یعنی ایمان داشتن به جنت اینجا ثابت میشه که انسان مسلمان ایمان داشته باشه که جنت یک چیز صادق و راست است. فهو الجنت عند ربهم، این جنت که الله بر متقیان میته، این جنت الله هست. عند ملیک مقتدر، پیش مالکی که او بسیار قدرتمند است. دیگهش کلمه مدخل صدق آمده و مخرج صدق آمده. مدخل صدق و مخرج صدق ان یکون دخوله و خروجه حقا ثابتا لله تعالی و مرضاته، که داخل شدن و خارج شدنش حق و ثابت است برای الله متعال و به رضایت الله، متصلا بالظفر ببغیته و حصول المطلوب. قاری صاحب بخواین سوره اسراء آیت 80 و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. از اسراء 80. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل و بگو رب ای پروردگار من، ادخلنی مدخل صدق، ادخلنی مدخل صدق، یا بگو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینجا قبل از الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و میگه که و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا. و من اللیل، و از طرف شب، فتهجد، پس نماز تهجد بکن. تهجد هجود چی را میگن؟ یعنی برخاستن از خواب. نمازی که تو از خواب چی کنی؟ به خاطر رضایت الله بخیزی. نافلة لک، این نماز نفلی هست برای تو. عسى ان یبعثک، شاید که بگرداند ربک، رب تو را. حال یک کس میخواه که مقام محمود داشته باشه، جایگاهی بسیار خوب داشته باشه. این جایگاه خوب چه وقت بر انسان حاصل میشه؟ الله متعال میگه که چیکو شو بر تهجد بخیز، ولو که نفلی باشه. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید که الله متعال بر تو چی بده؟ امو یا نزدیک است که الله بر تو امو مقام عالی رو بر تو نصیب بکنه. و قل بگو رب ای پروردگار من، ادخلنی مدخل صدق، مرا در مدخل صدق، در جایگاه صدق و راستی داخل بکن. و اخرجنی مخرج صدق، و وقتی که مرا خارج میکنی از امر، هم صادقانه و راه خروج صادقانه رو برای من یا الله نصیب بکن. ای چی مانا میگه؟ فمدخل الصدق و مخرج الصدق ان یکون دخوله و خروجه حقا ثابتا لله، یعنی مرا توفیق بده که داخل شدن و خارج شدن من در هر امر حق باشه و چی باشه؟ مطابق رضایت الله باشه و متصل به چی باشه؟ به کامیابی باشه. یعنی دخول و خروجم در هر کار چی باشه؟ صادقانه، به خاطر رضایت الله و به کامیابی باشه. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، و بگردان از جانب خود برای من سلطان، یعنی دلیل نصرت کننده، یعنی
اما دلیلی را که من کار دارم، سلطانی را که کار دارم، این هم چی باشه؟ از جانب خودت باشه. علما چی میگن؟ میگه فهذه خمسة اشیاء، میگن این 5 چیز که است، ای و حقیقت الصدق فی هذه الاشیاء، امی حقیقت صدق در این 5 چیز پیدا میشه. و هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل الى الله، این نیست که انسان به الله میرسانه. دوم، در قرآن عظیم شان اینجا کلمات صدق آمده بود، دیگه کلمات دیگه آمده به معنای صادقان و صادقین. صادقان در قرآن عظیم شان به چند معنا آمده. اول به معنای مؤمنانی که به الله و رسولش ایمان دارن. چی دارن؟ ایمان دارن. آل عمران آیت 17 در اینجا الله متعال صفات مؤمنان را میگه که الذین، کسانی که یقولون میگویند ربنا، ای رب ما، ای پروردگار ما، اننا آمنا، یقینا که ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، پس مغفرت کن بر ما گناه های ما را، و قنا عذاب النار، و یا الله ما را وقایه بکو از عذاب دوزخ. ای کدام مردم ها هستن؟ چی صفاتی دارن؟ الصابرین، صبر کننده ها هستن، صبر در اطاعت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت میکنن. و الصادقین، و کسانی که صادق هستن. ابن جریر طبری رحمت الله علیه میگه که و یعنی بالصادقین الذين صدقوا الله في قولهم بتحقیقهم الاقرار به و برسوله. صادقین کسانی هستند که به الله را راست گفتن و به الله و به رسولش اقرار کردن و به هر چیزی که آمده از جانب الله به او عمل کردن و از هر چیزی که منشان کرده منع شدن. اینا صادقین هستن. والقانتین، کسایی که قانت هستن، خشوع دارن، تسلیم هستن و پروردگار خود. دیگه والمنفقین، نفقه میکنن در راه الله. والمستغفرین بالاسحار، و کسانی هستن که استغفار میکنن در سحری، یعنی توبه میکنن در سحری. چقدر به تهجد و توبه کردن و قبول شدن توبه چی هست؟ دیگه اینجا در قرآن و در احادیث زیاد آمده. دیگه صادقین به معنای مؤمن راستگو هست که ضد منافقین هست. در سوره احزاب در آیت 24 لیجزی الله الصادقین بصدقهم، تا پاداش بدهد. اینجا جزا که است در زبان عربی 2 معنا میده، یکی پاداش خیر است، یکی جزای زشت است. اینجا الله متعال میگه لیجزی الله، تا پاداش بدهد الله متعال الصادقین، انسانهای صادق راستگو را، به صدقهم، به خاطر صدق و راستیشان، یعنی ایمان حقیقیشان که زبان و قلبشان یکی هست. در مقابل صادقین اینجا چی آمده؟ منافقین آمده. و یعذب المنافقین، و الله عذاب بتبرکی بر منافقین، انشاء اگر خواست، او یتوب علیهم، یا توبه از اونا را قبول بکنه. پس اینجا صادقین به معنای مؤمن راستگویی که زبان و قلبش یک چیز است، و اینجا صادقین در مقابل منافقین استعمال شده. امام قرطبی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه فهم الذین خرجوا مع النبی صلی الله علیه و سلم، میگه امی صادقین کدام کسا بودن؟ کسایی که امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمدن، لا مع المنافقین، به امرای منافقین خارج نشدن. وقیل، و بعضی از علما میگن صادقین کی هستن؟ هم الانبیا، یا پیغمبرها هستن. و بعضی از علما میگن که الصادقین منظورش مهاجرین است. خلاصه تمام از اینا چی صفت دارن؟ که ظاهرشان با باطنشان یکسان است. عالم دیگه میگه الله متعال میگه که کونوا مع الصادقین، امرای کی باشین؟ امرای صادقین باشین. این صادقین چی هست؟ یعنی میگه صادقین فی صفاتهم و اخلاقهم و فی ایمانهم و فی اخلاصهم و فی عبادتهم و فی سلوکهم،
در تمام این چیزها صادق هستند. اخلاقشان صادقانه هست، ایمانشان صادقانه هست، اخلاصشان صادقانه هست، سلوک و روششان صادقانه هست. در امتثال شریعت صادقانه انجام میدن. الله متعال میگه امرای از اینا باشین. دیگر صادق به معنای راستگو در ایمانش در قرآن آمده که صفت مهاجرین است. در سوره حشر آیت 8 للفقراء المهاجرین، در این آیت قرآن الله متعال برای ما و شما 3 طایفه مردم معرفی میکنه. 3 طایفه مردم معرفی میکنه که ما و شما باید اگر خود اینی 3 طایفه مردم واره بسازیم ما و شما مؤمنای حقیقی میشیم. این کدام مردم ها هست؟ اولش الله متعال معرفی میکنه مهاجرین در قرآن عظیم شان. اینجا معرفی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و صحابه و تابعین و تابع تابعین است. 1. 2 که ما خود مثل از اینا بسازیم. 3 که ما و شما از این آیات درس بگیریم، قصه هایی که ضد آیات قرآن است و قصه ها را قبول نکنیم، ولو که آخوند بگویه یا هر کسی باشه، عالم باشه و مولوی باشه و شیخ باشه. اگر قصه گفت که ضد از این آیات قرآن است، باید ما و شما به آیات قرآن ایمان داشته باشیم و گپای از اونا را قبول نکنیم. اول الله متعال مهاجرین معرفی میکنه که مهاجرین چه قسم مردم بودن. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی. الله متعال مهاجرین معرفی میکنه چی میگه؟ میگه للفقراء. یک کسی از شما سوال میکنه میگه عثمان خب بسیار غنی بود، عبدالرحمن بن عوف خب بسیار غنی بود، یارو چرا فقرا گفتن؟ به خاطر از این را الله فقیر گفتن که اینا به خاطر دین الله خارج شدن، کل مالشان چور شد. غزوه بدر اینا رفتن که پس اما مالایشان که چور شده از پیش ظالما انتقامش بگیرن، پس مال خود از پیششان بگیرن. یا سرمایه‌دار و میلیونر بودن، لکن وقتی که هجرت کردن کل مال ابوبکر صدیق، کل مال عمر فاروق، کل مال دیگه صحابه چی شد؟ چور شد و در اونجا دست خالی رفتن. الله متعال میگه اینا فقرا بودن. غنیه که به خاطر الله خدا فقیر بسازه، او رو الله بسیار دوست داره. چرا وقتی که انسان به خاطر دین الله هجرت میکنه مالش چور میشه. الذین کسانی بودن که اخرجوا، یکی خرجه هست یکی اخرجه هست. خرجه خودش بدل خود بیرون شد. یک کس دیگه هست که سرزمین خدا، منطقه خدا دوست داره، لکن دشمنای اسلام اینا مجبور میسازه به هجرت. فهمید یعنی؟ پس اینا کشیده شدن از کجا؟ از این منطقه، از من دیارهم، از خانه هایشان، هم زمین هایشان و خانه و چیزی که دکان و تجارت داشتن، تجارت خانه و گپایشان کلشان از پیششان گرفتن و اموالهم و مالایی که داشتن کلشان هم از پیششان این دشمنای اسلام گرفتن و اینا را دست خالی از اینجا کشیدن. این مهاجرین الله میگه که چی هدف داشتن؟ شاید شما سوال کنین که مهاجرین چی هدف داشتن؟ در زبان عربی بغیه هدف میگن. فهمید یعنی؟ این الله متعال میگه که یبتغون، هدف از اینا چی بود؟ فضلا من الله و رضوانا. دیگه چیز هدف نداشتن. اینا قلب بسیار پاک داشتن، هدفشان رضایت الله بود. فضیلت هم از الله میخواستن و رضایت هم از الله میخواستن. اینا کسی که سر از اینا گپ میزنه، گپایی که ضد ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ضد شخصیت مهاجرین گپای بیهوده میزنه، اینا در حقیقت بینی آیت قرآن کافر میشن. فهمیده نه؟ قصای دروغی انسان به این آیت قرآن چی میسازه؟ کافر میسازه. اینا که از جاهل هستن به جهل کافر شدن خونه یاد بگیرن که بدگویی صحابه را نکنن. الله متعال میگه هدفشان عالی بود. چی بود هدفشان؟ فقط فضیلت طلبیدن از الله و رضایت الله را حاصل کردن. این هدف مهاجرین بود.
و ینصرون الله و رسوله. عملشان چی بود؟ وقتی که هدف انسان خوبش بود، عملشان باید خوبش باشه. الله میگه همین قسم که هدفشان عالی بود، عملشان هم عالی بود. چی بود عملشان؟ نصرت دین الله و رسول بود. همیشه کوشش میکردن که دین الله را نصرت بکنن و پیغمبر الله را نصرت و همراهی و کمک بکنن. خب این عملش است. میخوایی که تو هم مثل صحابه شوی؟ همین صفات پیدا کن، همین صفات عمل پیدا کن، به اندازه 50 صحابی میشی. یک صحابی خونه 50 صحابی. اولئک هم الصادقون. الله میگه اینیا راستگویا هستن در ایمان خود و در عقیده خود. پس یک کسی که در پیش یک پادشاه صداقت میکنه، بازو پادشاه در گردن ازی مدال صداقت میپرته. برای مهاجرین مدال صداقت راستی را کی داده؟ الله متعال. الله میگه اولئک هم الصادقون. این قرآن برای چه وقت نازل شده؟ تا به عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم یا تا روز قیامت؟ پس الله میگه که اینا صادق هستن تا چه وقت؟ تا روز قیامت. الله عالم الغیب است. الله عالم الغیب است و قرآن هم تا روز قیامت مسلمان ها، انسان ها با ایمان داشته باشن. خب یا الله مهاجرین شناخت میخوایم که برای ما انصار هم معرفی شوه. انصار چه قسم مردم بودن یا الله؟ الله متعال میگه انصار والذین کسایی بودن که تبوأ الدار والایمان، دو خانه داشتن، اردویش به خاطر دین و به خاطر الله آماده کرده بودن برای استقبال مهاجرین. کدام دو خانه بود؟ یکی خانه که دو زندگی میکردن، یکی خانه دیگه قلب است. هم خانه خود برای استقبال مهاجرین آماده کرده بودن، هم قلب های خود را. والذین تبوأ الدار والایمان، کسایی که آماده کردن خانه خدا، خانه منزل خدا و همچنان قلب خدا، جایگاه ایمانه. من قبلهم، قبل از اینا، پیش از اینکه صحابه برسن، مهاجرین برسن، اینا آمادگی داشتن. عملشان چی بود یا الله؟ یحبون من هاجر الیهم، اینا مهاجرین دوست داشتن. حالا اگر یک مسلمان در یک سرزمین اسلامی در یک جای در یک مشکل گرفتار میشه، با زور زدن میکنن، لط میکنن که تو اینجا چی میکنی؟ برای ما خود انگلیس نقشه جور کرده، ما خود نقشه انگلیس هستیم. این سرزمین افغان هاست. این کی جور کرده سرزمین افغان ها؟ انگلیس. اگه نه که آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. هر جایی که دین باشه همون وطن مسلمان هاست. آل انگلیس ها این وطن پرست جور کردن، وطن برش معلوم کرد که اینی فقط از تو هست. مکه وطن ما نیست، مدینه وطن ما نیست، فلسطین وطن ما نیست. هر جا ملک ماست که ملک خالق ماست. یک وقت پادشاه فرانسه گفته بود که حالش مسلمان ها رو به فرانسه چی مفتم؟ فرانسه ملک خالق ماست. دگیر ما بیایم ما بیرق لا اله الا الله را دموجه بالا میکنیم. خب افسوس که مردم در چی انداختن؟ در جنجال ها. صبح یک کسی یک مطلب نوشته کرده بود، بسیار خوبش جالب نوشته کرده بود که یک وقت تاتار و مغول تاتار میخواستن که خلافت اسلامی مسلمانان را در بغداد سقوط بدن. این وقت لشکر از اونها این طرف روان است که یا را ضربه میزنه که یا را بکشه و از بین ببره. میگه اینجا چند تا مولوی صاحبا 6 تا بودن، سر رفع الیدین و آمن بالجهر جنجال داشتن. رفع الیدین چطور میشه؟ او میگفت نمیشه، او میگفت هست، او میگفت نیست، او میگفت دیاسی از این جنجال بود. یک وقت صاحب میگه تاتار آمد و مغول آمد، اردویش گردنایش پران. روز دوم نه او بود نه او بود. و امروز عین مصیبت است، عین مصیبت است. در موضوعات بسیار عادیه که علما در او باره اختلاف نظر داشتن.
بسیار موضوعات عادی هست که او جای از این نیست که یک مسلمان بخیز یک مسلمان دیگر را به عزت بسازه. موضوعات اختلافی هست و موضوعات هست که او انسان باید بسیار تحقیق کنه و بسیار محتاطانه درباره از او بحث بکنه و او هم موضوع فقهی در بین علما باید باشه. این موضوع را کلان در رسانه ها کشک و برسان و غال مغال پرتو جنجال پرتو، ایوازی که علمای ما جوانای مسلمان با هم متحد بسازه، یا همون 4 تا جوانی که هست 90 جوان خزدستشان رفته، نصفش کمونست شده و نصفش قوم پرست شده و نصفش سیکولر شده و نصفش دموکرات شده و نصفش فکر نوین شده و نصفش فلانی شده، یک 10% مانده که همین 10% جوانای خوب هستن، یارم در بینشان چی جور میکنن؟ تکه تکه میکنن. این کار از اخلاص میشه؟ نه، این از اخلاص نمیشه. این از جهل میشه که امت اسلام که ما شما باید منسجم بسازیم و هنوزم در بینشان چی ایجاد میکنیم؟ اختلافات. مسائل قضایی و اختلافی گپا هست، این باید بسیار با نرمی و با دوستی و با محبت چی کنیم؟ بحث بکنیم و ضرور هم نیست که در رسانه ها و در مجالس ها هم، بلکه در بین خود مسلمان ها چیز شد. خب این انصار شد که چه قسم صفت داشتن؟ یحبون من هاجر الیهم، مهاجرین دوست داشتن. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، اگر بر مهاجرین یک چیز داده میشد از غنیمت، در نفس های خود هیچ حاجت احساس نمیکردن. و یؤثرون علی انفسهم، او چیزی که بر اونها داده شده یا از او خود نمیخواستن بلکه ایثار میکردن، حق خود هم بر کی میدادن؟ بر مهاجر. بر مهاجر میگفت که مهاجر صاحب بیا در خانه ما، بیا در خانه ما چی کو؟ اینی 2 تا توشک دارم، یکیش از تو باشه، 4 دانه گوسفند دارم، 2 تاش از تو باشه، 2 تاش از من باشه. این ایثار میکنن. ولو کان بهم خصاصه، اگرچه خودشان هم در اونجا چی بودن؟ نیاز و ضرورت و احتیاج داشتن. و ما یوق شح نفسی، و هر کسی که امو خواسته های نفسی خود از او خواسته های نفسی خود وقایع بکنه، فاولئک هم المفلحون. الله متعال برای انصار چی داد؟ مدال فلاح و کامیابی، که اینا کامیاب هستن. آل ما که بعد از اون آمدیم، بعد از صحابه و تابعین و تابع تابعین آمدیم، چی کنیم؟ بعضی کسا علما را بدگویی میکنن، فقهای اسلام را بدگویی میکنن، متوجه هستیم؟ بعضی از لغزش های از اونها را میخواین بزرگ جلوه بتن. این منهج قرآن نیست. کسی که در منهج قرآن و سنت است، الله متعال میگه اینی صفتشان است. والذین جاءوا من بعدهم، کسایی که بعد از اینا میان چی میگن؟ یقولون، میگن ربنا اغفر لنا، یا الله اول ما را ببخش، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، و او برادرای ما که از ما در ایمان چی کردن؟ سبقت کردن. هر کسی هستن، یا الله صحابه را ببخش، اول ما را ببخش که خودم در هزارها گناه مبتلا هستم. بعد از او برای صحابه مغفرت میخواین که رضی الله عنهم، برای تابعین رحمت الله علیهم، برای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، برای امام شافعی رحمت الله علیه، به امام مالک رحمت الله علیه، به امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، به امام ابن تیمیه رحمت الله علیه، به تمام شما کسانی که پیرو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله هستین، یک گپ در یادتان داشته باشین که هیچ وقت پشت کسایی که بدگویی میکنن به صحابه و تابعین و تبع تابعین و فقهای اسلام در منهج از اونا نرین، بلکه منهج تا نمی باشه که همیشه چی کنین؟ امور راهی را بگیرین که قرآن عظیم شان میگه ولا تجعل الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. برای دیگه مؤمنایی که در عصرتان هست، بر از اینا هم در دلتان چی نباشه؟ بدبینی و غلغش نباشه. کل مسلمان ها را دوست داریم به شرطی که با احکام الله چی باشن؟ استاد باشن و واقعا در نواقض ایمان داخل نباشن. ربنا انک رؤوف رحیم، دعا میکنم ای پروردگارا تو بخشاینده و مهربان هستی. اینی 3 قسم است که الله متعال مسلمانای واقعی را، مهاجرین، انصار و کسانی که بعد از اینا بودن، این منهج است که ما خود در این قیاس بکنیم که در این مرض ما
مبتلا نشیم که بدبینی با صحابه داشته باشیم، مهاجر باشه، انصار باشه، یا تابعین باشه، یا تبع تابعین باشه، یا دیگه علماء اسلام باشن. همه علما را باید به چشم قدر و با بسیار دوستی و احترام و محبت یاد بکنیم و دوستشان داشته باشیم. الله متعال همه ما و شما را توفیق عمل نیک نصیب بکنه. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا